سبب افتخار دنیاش انشاءالله، هم سبب نجات و سعادت سربلندی فردا روز قیامت. همین آدم داخل داره. سعی کنه که وقتی خدای تعالی نعمت داد شکرگزاری نعمت رو به جا بیاره. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکرگزاری نعمت کردی خداوند عزیز زیادتر تو میده. و لئن کفرتم این عذابی لشدید. اما اگر کفرانی نعمت کردی به قدر نعمت الله نرسیدی، حضرت خداوندی میگه عذاب ما بسیار سخت است. حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بسیار ثروتمند بود. حضرت این فابریکه خزبافی داشت، یکی از ثروتمندترین مردم زمان و دیار خودش بود. شاگردا را تعلیم میداد به خاطر الله. یکی از شاگرداش بعدا ابو یوسف القاضی، مرد خدا به همین درجه رسید. میگه پدرش پسر کلانیش بود است ابو یوسف. یه روز پدرش اومد که حضرت بچه مرا جواب بده، زور نمیرسد بیا در زندگی، اکی یردم ممکنه. میگم که بیا یردم ممکنه قناتم شود که روزگار زندگی را تامین کنه که زور میگه نرسید است. مقصد این راست کشم و به خودم فضولیت کردن نمیتونه. و حضرت بود که ابو اسحاق به خاطر الله بود بچه را چقدر نشد. این را گفت اعظمی وجوهاتش معلومه که آدم بزرگ میشه. اما طوله که نکوست از بهارش پیداست. این غیرتش اگر همین غیرت که بخونه این بسیار شخصی نجیب میشه و بعد میبینی. بعد فایده و منفعت این را میبینی. همین را چقدر نشد. غرغر کرده و آتش اومد برفت میگم. من میگم همون وقتی خستانده تا که بچم تای کوپشه در قسمت موندگی مونده بعد در پدرم که آرام گیره. در تای کوپشه با روایت 1000 با روایت صحیح ترش 100 دینار بود است. 100 دینار. که درست‌ترش همین 100 دینار بگیریم 1000 دیرهم میشه وقتش. 100 تنگه طلا. 20 دینارش و پول امروزه $2000 میشه. حساب کنید. معلومه که درس رو دسته طلبه خشد رو دسته او دید که این آینده داره این شده. انا که همون خراجات کرده، هم تعلیمش داده، هم زندگیش تامین کرده. انا اون را بوده که چی یک نتیجه بزرگی داد. این شاگرد مذهب امام اعظم ابو حنیفه را که فقط در همین عراق بود در تمام دنیا منتشر کرد. بعد گذشتن سالها ابو یوسف القاضی قاضی القضات خلافت اسلامی شد. شاگردای هم استاد و شاگردای خچ گرفت در همه جا قاضی تعیین کرد. امروز میبینی که ماوراءالنهر همه حنفی، بچه هندوستان و پاکستان همه حنفی، او طرف عراق و عراقین همه حنفی، شام اکثرش حنفی. ای حساب اینو مرده که ای حساب خدمتوی نمی جوان مرده. یه روز میگم دوره هارون رشید بود که همه خود دوره استاد و دیگه صحبت کرد. او چی صحبت کرد که هم دنیا ما خورنده است هم ما آخرت ما این مرده. هم زندگی ما تامین کرده هم قیامت ما مقصد که برای اومده کرده است. که ابو یوسف شید. نه که این مردی خدا را در همین مذهب بسیار خدمت عظیم کرد. تصور کنه که مردی خدا را ببینه که شاگرد و قدر دستگیری میکنه و مقصد که کوشش میکنه که تعلیم بگیره. آخه ما و شما پدری یا وقتو پدرو بچور نمیستن که بچم کنم روزنامه تبلیغ چه میگوی و بیداری ولی درگه جای گفت یا وقت مسافر دستی بچه کورم میخوابیدن که بچم بنده کی میشه؟ آمده کی میشه؟ در خجا حال این گفت بیاد برای ما رو افسونه شده است. کودک فقط خورد بزرگش در دستش تلفن چون میکنه فقط هم کامپیوتر ایگرا ایش دا ایش کچات میکنه ایش دا ایش کچات میکنه این طریق میکنه چون هر یک خلق ملت همین زبطوی زبپسش فرزندو شد فراموش نکنید. قوم رو سرمایه ای صاحب هنر نیست از نقد قماش و سیم و زن. هیچ ملت بایگریش از زوریش با اونم با پول و مال دنیا حساب نمیکنن. مال او فرزندهای تندرست ترمیناغ و سخت کوش و چاق و چست قدر نداشته باشه، فرزندهای خوب نداشته باشه
همون مال خودش بیگانه ها غارت میکنن میگیرن میبرن. سعی کنیم اصلا این محفیل خیلی که در بزرگ میشه خاطر اون است که حقی را که خدای تو در زیممون گذاشته است، حقی را که شریعت در زیممون گذاشته است، حقی را که همون فرزندک در زیممون داره همون را ادا کنیم، بفهمیم که همون فرزند در زیمه ما چه حق و حقوق داره. سبحان الله. حضرت حکیم سنایی غزنوی میگه ماها باید که تا یک پنبدانه زاب خاک شاهدی را حله گردد یا شهیدی را کفن. برای اون که همین پخته پیدا شوه او پخته را بچینن رشتهش کنن ببافن که برای یک جوان مرد یک لباس شوه زینت شوه یا برای یک شهید کفن شوه. ماها خدمت دهقان در کاره باید جان بکنه، مقصد که شدگار کنه و بکاره و ببینه و دیگه بینش کنه و را بچینش. عصرها باید که تا یک سنگ خاره ز آفتاب لعل گرده در بدخشان یا عقیق در یمن. برای اون که یک سنگ لعل شوه، عقیق شوه، سنگ قیمت بار شوه، عصرها در کاره وقتی آفتاب میتابه، بارون میزنه، شمال میوزه، در شرایط وضعیتی فوق‌العاده باید ببینی که اون کریستال شده مقصد یک فایده و منفعتی به مردم آورد. امرها باید که تا یک کودک از لطف طبع عالی میگردد نکو یا فاضلی در انجمن. برای که یک کودک خدمت جامعه را و خدمت دین کرده بتونه امرها در کاره. پدر و مادری به غیرت بهیمت در کاره، استادای به غیرت بهیمت در کاره، اطرافیای به غیرت بهیمت در کاره که او فرزند قدر شوه و فایده و منفعتش به جامعه اسلامی برسه. با دو قبله در راه مقصود نتوان زد قدم، یا مراد دوست باید یا مراد خویشتن. هر کاری را میکنی میگه به خاطر الله در قبله در سجده کردن نمیشه، به خاطر دنیا و به خاطر مخلوق کردی به هیچ جا نمیرسی، به خاطر الله. انشاءالله همین محفل و معرکه امروزه این بودم که به خاطر الله هست. مردم خوب و صالح جعل مدینه خدا هم مبارکش بگردونم. خبریاری تفلک عجبی بلو بزند و حفظ خداوند و فرزند خوب و صالح خواهی بارش برا گرش دوست داری به نازش مدار. فرزند سعی که هنرمند باشه، علم با آموزه. اگر حقیقتا اون فرزند در پیشت عزیز باشه به ناز و بادار نگهش نکن. به پایان رسد کیسه سیمزر نگردد تهی کیسه پیشاور. چه بر پیشه باشدش دسترس کجا دستی حاجت برد پیش کس. این سوم و مال دنیا تمام میشود، اما مردی که علم آموخته است و هنر آموخته است هیچ وقت کیسه خالی نمیشه. علم هیچ که آیو کشیده گرفته نمیشه، هنری او را کسی ای دستش کشیده گرفته نمیشه. همین میگه در زمان خلیفه المنصور یک روز یک شخصیتی بزرگه یک عالم سوال میکنند المنصور حیات زیاد دیده همون عجایبات حیات دیگران چی نقل بکنه و میگه که همون عجایبات مثبت باشن یا منفی، عاقبت خوب داشته باشن نتیجهش یا عاقبت بیزیر. خیلی میگه وقت بسیار هر دشن نقل کن اگر کی باشه. گفت عجیبترین کاری خیلی که دیدم همین است که من میگه در اون وقتی طریقه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی شرکت داشت. حضرت وقتی از دنیا گذشت 11 فرزند داشت. میگه با 11 فرزندش 18 درم میراث مونده است. نک تصور کنید خلیفه مسلمانان 18 درم میراث مونده است، به هر کدومش مقصد همین 1 درم بیشتر میرسد. اما زمانی شد که بعد گذشتن سالها همه دیدم که در یک سال قحطی یکی همین پسرای عمر ابن عبدالعزیز برای مردم هم صبح هم شام طعام تیار میکنه، هزارها نفر نون میده. آدمی که 1.5 درم ای پدرش میراث گرفته. اینا ببینید اون برای که عمر ابن عبدالعزیز فرزند تعلیم داد فرزند تنبل یک دغسه قد کوچه کلو نکرده است.
او چیزی که منفی است تعجبه که به حد بیزیبه عاقبت بیزیب دوره همین است که بعد عمر ابن عبدالعزیز مسار قدرت پسر عمکش هشام ابن عبدالملک اومد. هشام وقتی که مرد میگه در ترکه هم حضور داشتم به هر یک فرزندش هزار دینار رسید، هزار دینار رسید است، میلیون دینار، زیاده ای میلیون تنگه کیلو زلفه چروان است. قدرت خدای تعالی زمانه دیگر شد، دولت از دست اموی ها رفت، عباسی ها سر قدرت اومدن، همه اون مولا مصادره شدن. ساعت اومد که یکی از فرزندای هشام ابن عبدالملک دیدم، همون یکی زیاده از میلیون دینار میراث گرفته است، در بازار گدایی دارن. اون برو که تعلیم نداده که بچه پوچو های چی در کار ایده، چی مهنت بکنه، میراثش موندم که با پایان رسد کیسه ای 30 مزر، نگرده تهی کیسه ای پیشور، چه بر پیشه باشدش دسترس، کجا دستی حاجت برد پیشی کس. و حضرت نصیحت میکنم میگه ندانی که سعدی مقام از چی یافت، نه هامون نوشته نه دریا شکافت. همه آبرو و عزت سعدی را میدونه، حسابی چیه میگه. این حضرت در اون زمان زنده بودن شد شهرت یا الله، پادشاه ها با زیارتش میرفتن حضرت. این هم که بعدی گذشتن قریب 1000 سال همون سعدیه یاخی ای زنده ها را زیادتر نامش میگیرن، ای زنده ها را زیادتر میشناسنش. میدونی میگه درجه و منزلت با چی افته است. سعدی در آسمان پریده نمیتونست، سعدی سوپرمن نبود که که از سراغ نبگذره. با خورده بخورد از بزرگان قفا، خدا دادشان در بزرگی صفا. در میداکی شته خورده خون، این قفاش اینم لغتی دهنی کنه. خدای تو رو میگه این بزرگی بینم درجه و منزلت بود. بعدا میگه حرام طفل کو جوری آموزگار، نبیند جفا بیند از روزگار. منم کسی که ای خوردیش تعلیم نگرفت، جوری آموزگار ندید، یا شپلوخک نخورد، در برای کتاب یک خطره که او دیدش نچکید، او در زندگی عذابی بسیار می‌بیند. دیدم معلمی نصیحت شیخ سعدی گفته است. ولی همیشه سعی کردن در کار وقتی خدای تعالی فرزندی نوزنی نداد به قدر نعمت الله برسید، از برای خدا هم فرزنده خیلی تماشا کرد خشک بکنه. در بیرون میبود او با چه ای پادی این مرسیدس های سالی 2020 گیزلا بدیم کنه. دیزاینی ای را بید یا با بچه ها در پیشت بود تماشا کرد، نه خیلی بچه های تو گیزلا باشه. یا موشینی پدنالاته که تو نرای بنزینش نرازی حرکت نکنه، پیدالش نجقی نروا، کلید قدیدرش هوی نکنی هوی نشوا. تام کودکا که خدا دو دسته در پیشه کردن یا تماشاش که سمعی پروردگاره و خد هم نعمت رسیدن در خود. خدا دو دسته او را یکون کنسترکتور ساخته نمیتونه. وقتی که خدا دو دسته شکل پروردگاره با جا بیار. امکان داری رنگی بابای حاجی سفرعلی واری محفلی حقیقتش برگزار بساز. سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم از زنده کرد و این قدم نخستی نه. وقتی که بچه خدا شناس شد، عقلش که دسترش اومد، سعی که تعلیمش بده. علمش با آموز که به خدا قسم بعدا دیگه دریغ میگویه پشیمون میشه، فایده نمیکنه. او کودک فایدهش از ضررش فرق نمیکنه. میگی تو میکنی که اونمی یهودیو رو هرچی میگن این مردمی بدبخت خدا مردمی زیرک هم بسیار مردمی زیرک خودش نمیخوره، خونه‌های دکدنگ 3 اتاژه و 4 اتاژه نمیکنه، میگه حتما فرزندش میخونه. ببینید فرزند وقتی مکتب خلاص کرد، الان مبلغایی را که ما برای گور و کفن بجا میکنیم که همه امرو میبروره در دستش میته رویش میکنه یا مکتب پرستیژ نیست با خواده بخونه میخونه میویه یک متخصصی خوب میشه. میبینی در مدت 3-4 سال همه هم مبلغای صرف کردگی را برو ورده و علمان دست خطی هنر در دستش. پیکر دارد اگر جانی بصیر، عبرت از احوال اسرائیل گیر. خدا رحمت کنش همین محمد اقبال 100 سال پیش ما را نصیحت کرده است. پیکر دارد اگر جانی بصیر، عبرت از احوال اسرائیل گیر. بازوی گردون چه انگورش فشرد، یادگار موسی و هارون نمود.
از نوای آتشینش رفت سوز، لیکن در سینه دم دارد هنوز. او دم سینه امروز با علوش دلی و رحم را فرا گرفت، با حکمران جهانش می‌جنگیدند. فرزند در ذمه ما و شما مسئول هستیم. همین بابای دولا را به خدا قسم در حضورشان میگم و در غیبشان میگم، خدا برکت شده که فرزندای خوب تربیت کرد، کاری بچه‌ها را تربیت کرده است. هم سبب افتخار دنیاش ان شاء الله، هم سبب نجات و سعادت و سربلندی فردا روز قیامت. همین آدم داخل دارد. سعی کنی که وقتی خدای تعالی نعمت داد شکر